بیننده عزیز سلام. فیلسوف بزرگ میگوید که هنر بهتر از گوهر نامدار، هنرمند را گوهر آید بکار. تو را با هنر گوهر است و خرد، روانت همه از تو رامش برد. برنامه نوبتی داستان است و اینجا آماده هستیم با بهروزی ذبیح الله، نامزد علم فیلولوژی، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. خوب استاد، شما را با برنامه خیر مقدم میگویم. تشکر. و اینجا میخواستم پیرامون فرزند انوشیروان هرمز صحبت داشته باشیم. خب زمان پادشاهی هرمز چگونه صورت گرفت و او چه کارگزاری توانست در دولتداری خویش کرده باشد؟ طوری که ذکر کرده، انوشیروان سیومین فرزند خود هرمز را جانشین خود کرد. هرمز در تاریخ یا هرمز چهارم به او میگفتند. در شاهنامه ذکر رفته است که پادشاهی او 12 سال بوده است. این 26مین پادشاه از سلسله خاندان ساسانیان بود که بین سالهای 579 590 میلادی در ایران شهر پادشاهی کرده است. و فردوسی در آغاز داستان میگوید که این داستان هرمز را از یک مرزبان اهل هری یا هرات شنیده است و اونا به نظم آورده است. میگوید که یکی پیر بود مرزبان هری، پسندیده و دیده از هر دری. بپرسیدمش تا چی داری بیاد، ز هرمز که بنشست بر تختی عاج. و یعنی همین قصه هرمز را همین مرزبان که نامش ماخ بوده است و فردوسی قصه کرده است و او در شاهنامه ذکرش نموده است. و این پیر خراسانی از هرمز چنین قصه و روایت کرده است که چون بر تخت پادشاهی نشست، طبق رسوم و سنت پیشینیان اول کردگار استایش کرد، بزرگان را فرا خواند، با آنها مشورت کرد، با مردم صحبت کرد و گفت که رویش و منیش پدرش انوشیروان را در حکومتداری پیش میگیرد و آدمان ثروتمند و بزرگان و دانشمندان را گرامی می‌دارد، مردم عادی را هم احترام خواهد کرد و میگوید که آرزویش این است که روز ثروتمند و مردم عادی را برابر ببیند و از ثروت و دولت ثروتمندان حمایت کند، از سپاهیان حمایت کند. خلاصه همان روشی که انوشیروان عادل در زمان حکومت داریش جاری کرده بود، همان روش را اعلان کرد که او نیز پیشه می کند. یعنی گفت که دیگر گفت ما تخت نامی کنیم، گرانمایگان را گرامی کنیم، جهان را بداریم در زیر پر، چنان چون پدر داشت با داد و فر. همین گونه وعده ها به مردم ایران داد که به همون روش انوشیروان حکومت خواهد کرد. اما طبق روایت شاهنامه دیری نگذشته هرمز از راه و روش پدرش بیرون شد و به یک شاه بدکاره تبدیل یافت، ستمکاره شد و از راه راست خارج گردید و دلیلش هم دلیل های گوناگون در این ذکر می شود. دلیل های تاریخی دیگر هستند و دلیل هایی که در روایت های شاهنامه آمده است گوناگون هستند. خلاصه در ابتدا هرمز همین گونه حکومت داری خود را در ایران شهر آغاز کرد، اما از راه راست بیرون گردید. خب استاد، چی تاریخ سبب می شود که هرمز درباریان آنهایی که مثلا برای پدرش خدمت میکردن بزرگان دربار را نابود میسازند؟ بعد ذکر کنم که بعد از انوشیروان دیگر در خاندان ساسانی کم کم رو به زوال می آورد. چرا که اختلافات در داخل این خاندان و بین فرماندهان نظامی، بین دولت مردان، بین اعیان اشراف بسیار زیاد شده بود. از بس که ایران یک قدرت بسیار یک دولت بسیار قدرتمند و دارای ثروت کلان بود، ثروت انبوه داشت و مردم در رفاه و آرامش زندگی میکردند. طبیعتاً بین هم شاهزاده ها و هم اشراف زاده ها و هم اعیان اشراف برای کسب قدرت زیدیت و رقابت بسیار سخت بود.
از جمله همین به تخت نشستن خود هرمز هم یک از این مسئله ها بود. اهل دربار است راضی نبودن. بر اساس روایت شاهنامه درباریان و بزرگان مشاوران انوشیروان عادل برای به تخت نشستن هرمز رضایت نداده بودند، اما از بس که انوشیروان خودش یک پادشاه قدرتمند و دانشمند بود، خودش هرمز را انتخاب کرد و دلیلش در شاهنامه این گونه ذکر شده است که گفتند که چون این هرمز از زنی چینی او می باشد و ترک زاده هست، به این خاطر بزرگان او را تعیین یا انتخاب نکردند و همین کینه در دل هرمز ماند و وقتی که مدت پادشاهی کرد و بدگویان و حسودان که رقابت ها بین خودشان بود برای نفوذ در دربار، همین موضوع رو برجسته کردند و هرمز عصبی شد و تمام همه بزرگان و دبیران و وزیران نزدیکان پدرش انوشیروان عادل را به بهانه‌های گوناگون از بین برد. از جمله در همین دوره به دست او مثلا دبیر نزدیک دربار ایزدگشس، موبد موبدان مثلا زردوهیشت، سیمابرزین، بهرام آذرمهان و همین گونه شخصیت‌های بزرگ دربار را او نابود کرد با توطئه‌های گوناگون. از جمله وقتی که آذرگشسپ را زندانی کرد، او در زندان بسیار احوال بد داشت و درخواست کرد که مثلا موبد موبدان زردوهیشت به عیادت او برود. او نیز دلش سوخت و خوراک گرفت به زندان به عیادت او رفت و وقتی که خبرچین ها این خبر را به هرمز رساندن بسیار ناراحت شد و آذرگشسپ را در زندان کشت و بعداً زردوهیشت را نیز زهر داده از بین برد. هر آن کس که نزد پدرش ارجمند، بودی شاد و ایمن ز بیم گزند. یکا یک تبه کردشان بیگناه، بر این گونه بود رای و آیین و شاه. دوستان در همینجا اختلاف یا که بدبینی و دخالت دیگر فرزندان انوشیروان هم به چشم میرسد. 100% رقابت همیشه در دربارها بین شاهزاده ها هست و مادران آنها هستند، چون از هر نژاد و ملیت و قوم که هستند، اینها هر فرمانده و هر مثلا اعیان اشراف فئودال در هر دوران تکیه کرده به یک بزرگ دربار به خاطر قدرت خود افزایش داد و طبیعتاً اختلافات درباری از همین جا رخ می‌دهند، به خاطر قدرت، به خاطر ثروت. این خاص تمام سیستم های شاهنشاهی در گذشته بوده. چی مثلا در دربار روم این حادثه ها رخ میدادند، چی در هند، چی در ایران این حادثه ها رخ میدادند که در ایران هم همین واقعه رخ داد. رومی ها و عرب ها و تورانی ها با ایران لشکر میکشند. این سبب همین آشوب در چی بود؟ درست همین حادثه زمان رخ میداد که گفتیم در دربار ها بود ایران شهر همین اختلافات شدت میگیرد، رقابت ها شدت میگیرد، نافرمانی زیاد میشود و دشمنان ایران این را حس میکنند و پی میبرند که در دربار اختلاف برای قدرت زیاد شده است. بنابراین از چند گوشه یک باره حمله ها به ایران آغاز می‌گردد. ساوشاه با کلانترین لشکر 250,000 لشکر به سمت ایران حرکت میکند. قیصر روم هم آمده تمام شهرها و سرزمین‌هایی که انوشیروان عادل از روم تصرف کرده بود آنها را بازپس میگیرد. از طرف قفقاز خزرها حمله میکنند تا اردبیل میآیند و همچنین قبیله های عرب هم از جنوب تا دریای فرات حمله میکردند و غارتگری میکردند و در بسیار وضعیت سخت ایران زمین قرار میگیرد. در همین جا بود که هرمز بعدی وقتی اخبار را میشنود که از 4 طرف دشمنان ایران به ایران زمین حمله میکردند، بعد بزرگان را دعوت میکند که چیکار کنیم، مشورت میکند که بسیاری ها از او گیله میکنند که
سبب همه همین بینظمی خودت هستی. بسیار بزرگان را نابود کردی، از بین بردی و حالا دشمن فرصت را پیدا کرد و به ایران زمین حمله میکند. میگوید طبق روایت شاهنامه که هرمز سخت پشیمان شد و دوباره به همون راه پیشینه برگشت و وعده داد که دوباره به بزرگان و خردمندان تکیه میکند و از مرزهای ایران حمایت میکند و بنابراین از آنها مشورت پرسید که چگونه این مشکل را حل کنیم و بزرگان دربار به او مشورت دادند که به شاه روم نامه بفرست و به او همون سرزمین هایی که انوشیروان از او بازپس گرفته بود واگذار کن و صلح پیمان صلح بند. وقتی این پیشنهاد را به شاه روم قیصر روم میدهد او میپذیرد و همین گونه مشکل با رومی ها حل میگردد و برای مقابله با خزرها خراد فرمانده دربار را با سپاه روان میکند و آنها را شکست میدهد. وقتی که آنها را خزرها را شکست میدهد و شمال ایران را آزاد میکند، عرب های قبیله نشین که از جنوب حمله میکردند بیمناک میشوند و میترسند و آنها دیگر جرأت حمله نمیکنند. تنها یک دشمن قدرتمند برای هرمز باقی میماند که او هم ساوشاه شاه توران زمین است و در این زمینه مشوره ها صورت میگیرد و یکی میگوید که پیری هست که او برای شما یک سخن گفتنی دارد برای در مورد جنگ با ساوشاه. این پیر خردمند از همراهانی انوشیروان عادل بوده، سالها در دربار او کار کرده، با او همکاری کرده و او را به دربار هرمز میارند و از این میپرسد که چی نصیحتی داشتی و او میگوید که ما زمانی که 150 سوار از بزرگان ایران به خواستگاری به چین برای مادر شما رفته بودیم، در آنجا خاقان چین 6 تا دختر داشت که 5 تاش آراسته بود، ولی انوشیروان گفته بود که کار کنید که بهترین و اصلی ترین دخترش را انتخاب کنید و از بس که 6 دخترش را با اونها نشان نداده است چون که او محبوب ترین و دوست داشترین دخترش بوده است به خاطر و این هیئت آگاه میشوند و اصرار میکنند که دختر 6 را نیز باید ببینیم و او را وقتی میبینن همون انتخابش میکنن. قیصر روم بسیار میان روی میکند، میگوید که از این 5 تا هر کدامش بخواد برگزین هدایای فراوان به شما میفرستم، ولی آنها راضی نمیشوند و همون دخترش دوست داشته خاقان چین را انتخاب میکنند و با هدایای فراوان او را به کسرای نوشینروان خواستگاری می نمایند. و در آنجا میگه خاقان چین از ستاره شناسان گفت که طالع این دختر را ببینید و آنها وقتی طالع دیدن گفتند که از او یک پسر پهلوان سیاه چشم و سیاه موی به دنیا می آید که شاهنشاه ایران زمین خواهد شد. ساوشاه که فقط یک نفر میتواند او را از این مهلکه نجات دهد و او کسی است که تخلصش چوبینه است. پس هرمز به درباریانش سپارش میدهد که کی است، پرسجو کنید پیدا کنید که چوبینه کی است، که یکی از بزرگان میگوید که او کسی است با نام بهرام معروف به چوبینه که مرزبان اردبیل است. پس سپارش میدهد که او را از آنجا به پایتخت بیارید. به پایتخت میارند. وقتی به پایتخت میارند بهرام چوبینه یک پهلوان بسیار قوی، بلند قامت، زیبا اندام و بسیار دروش هیکل هم بوده است، قوی و موبدان بزرگا او را میبینن، امتحان میکنن و او به دوش میگیرد که به جنگ ساوشاه میرود. پس خود بهرام چوبینه 12,000 سپاهی انتخاب می نماید که همش 40 ساله بودند. هرمز تعجب میکند و میپرسد که چرا محض 12,000؟ پس او میگوید که به یاد بیار که رستم برای نجات ایران زمین کیکاووس در بند هاماوران با 12,000 سپاهی رفت آنها را نجات داد، یا اینکه گودرز
در کینخواهی سیاووش با 12,000 سپاهی تجربه دار کین سیاووش را ستان و من هم همین کار را میکنم. چرا استاد همه 40 ساله؟ همین سوال را دقیقاً هرمز درباریان هم از بهرام میپرسند، میگد برای این خاطر که مردان 40 ساله مردان با تجربه هستند، بعد دارای زن و فرزند هستند و آنها هم برای وطن و هم برای زنده ماندن و هم برای ننگ و ناموس و حفظ زن و فرزندشان تا آخرین لحظه می جنگند که زنده بمانند. بنابراین 40 ساله ها جسورترین و قویترین مردان سپاهی هستند. بعد آنها را خوش می‌آید و این سپاه را مرتب میکند و حرکت میکند. موبدان تعجب میکند، به هرمز میگوید که من یقین دارم که بهرام چوبینه حتما در این جنگ پیروز میشود، اما یک بیم وجود دارد که مبادا سرکشی کند و نافرمانی کند و مشکلی در آینده برای پادشاهی ایران ایجاد نماید. و برای همین با توصیه آنها هرمز یک نفر را مراقب کار و رفتار بهرام چوبینه تعیین میکند، پنهانی که رفتارش و کردارش و نشست و خیزش را زیر نظارت بگیرد و برای اینها اخبارات پیشنهاد نماید. و همین گونه بهرام چوبینه با 12,000 سوار به جنگ ساوشاه می رود که قصهش بسیار طولانی هست. به هر حال در این جنگ بهرام چوبینه بر ساوشاه در آخر پیروز می شود. خب استاد، گفتم می شود که اختلاف میان هرمز و بهرام چوبینه به میان می آید. چی سبب می شود؟ بله، در حقیقت بسیار پهلوان زبردست بهرام چوبینه، اما همان گونه که پیشگویی کرده بودند وقتی که ساوشاه را شکست داد و پسری مید خورده او فخفور شاه را نیز در این نبردها کشت، بعد اون پسر کلانی ساوشاه در توران زمین برای کینخواهی پدرش باز لشکری بسیار کلان گرد آورد و به جنگ بهرام چوبینه آمد. در این جنگ هم بهرام چوبینه غلبه کرد و فرموده به دیژ پناه برد و از او امان خواست و نامه نوشت، گفت اگر شما مرا امان دهید من با هدیه های گرانبها به دربار هرمز به تیسفون می روم و از او امان می خواهم و در خدمت او خواهم بود. چو تاج از سر شاه برداشتند، ز تختش نگونسار برگاشتند. نهادند پس داغ بر چشم شاه، شد آنگاه آن شمع رخشان سیاه. هرمز را کور میکنن و در زندان میپرن. کور میکنن و در جای نگهش میدارن، اما بعداً خود درباری ها دشمنی هایی که بود، اختلافاتی بود، از ترس این که مبادا دوباره با فرزندش پرویز نزدیک شود و اینها متحد شوند و باز قصاصی همون شورشیان را بگیرد، اینا هرمز را به قتل میرسانند و به همین ترتیب سرنوشت هرمز بعد 12 سال شاهنشاهی به پایان میرسد. سلامت باشید. یک روزگار بسیار هم زیبا، تربیت دهنده و خواندنی بسیار جالب که از جانب شنیده های مثلا فردوسی روی قلم آمده است و تا زمان ما آمده است، خیلی جالب و گمان میکنم هر کسی که میخواند و آن را درک میکند میتواند یک حسی بلند در داشتن یک کشور، یک وطن، یک خاک و بوم در خود داشته باشد. از شما میندار هستیم که یک داستان بسیار زیبا را برای ما و بینندگان ما قصه نمودید. بینندگان عزیز، یادآور میشویم که در صحبت ما بودند بهروزی ذبیح‌الله، نامزد علم‌های فیلولوژی، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی، اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و ما صحبت داشتیم پیرامون پادشاهی هرمز انوشیروان. تا برنامه دیگر شاد بمانید.